خواهرم، آیا میدونی که زنان دوزخی چه صفتهای دارند؟ طبق روایت مسلم، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یکی از صفتهای زنان دوزخی را چنین بیان فرمودند که لباس پوشیده اند ولی با وجود لباس پوشی برهنه و لوچ هستند. کاسیاتون عاریات فرمودند، یعنی لباس آنها تنگ و تنوک یا نیم برهنه و شهوت انگیز است. خواهرم ببین، این صفت زنان دوزخی در شما 100% دیده می شود. پس آیا نمی ترسید که از جمله زنان دوزخی باشید؟ خواهرم، آیا می دانی که با این خودنمایی بدترین زنان دنیا هستی؟ در روایت بیهقی آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش می گذارند، یعنی زیبایی های خود را برای مردان نشان می دهند. پس وقتی که با لباس های نیم برهنه و شهوت انگیز و تنگ و تنوک به نمایش می برایی، چگونه زن به شمار می روی؟ اگر بر روز حساب و جزا ایمان داری، از این خودنمایی توبه کرده به سوی الله بازگرد، ورنه کدام روز غضب پروردگار دامنگیرت می شود.